واقعی تر از مستند. 8 مایل نام خودش از یک خیابون اصلی در منطقه مترو دیترویت گرفته که به عنوان یک خط مرزی برای شهر دیترویت در شمال عمل میکنه. این فیلم در واقع در حومه دیترویت فیلم برداری شده. پناهگاه، جایی که جیمی به اولین نبرد رپ موفق خودش میره، یه مکان واقعی در دیترویته. دارندگان اسکار در 8 مایل. کورتیس سانسون که قبلا برای فیلم الی کانفیدنشال برنده اسکار شده، تنها کسی نیست که در این فیلم اسکار برده. کیم بیسینجر هم که در اون فیلم با هانسون همکاری داشته، در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای الی کانفیدنشال موفق به کسب جایزه شده. در 8 مایل بیسینجر در نقش استفانی مادر جیمی ایفای نقش میکنه.